میشه رونه مرغ تام و جری درست کنی؟ رو چشم عشق دادش. 2 تا پوتیتو بیارو اوریانش کن، یه جور ریزش کن خانوادش بگن تو دیگه پسر ما نیست، و اونم بزنه به سرش و خودشو داخل قابلمه آب پس کنه. نه پسرم نه. خداحافظ پدر. موقعی که خانم مرغ خواب بود برو ساق پاشو بچین. گریت نمیگیره؟ پیاز خورد کن. قابلمتو بیارا، پیازو بریزا، ساق خانم مرغ رو توش قایم کن، نمک، فلفل قرمز، زردچوبه و بذار رو اجاق آب پز بنمای. اگه خانم مرغ اومد بگو بابا تو خیلی بالایی، این که ساق نیست موزه. گوشتاشو جدا کن و استخونشو نگه دار. حالا گوشتاتو حسابی ریزش کن. ظرف همسایه رو بیارا، سیب زمینی بی خانواده رو بریزا لهش کن. گوشتتو اضاف کن، پنیر پیتزا، پاپریکا، فلفل سیاه، پودر سیر و نمک. و حالا 2 شیزه مرغ و سیب زمینی. پیوندتون مبارک. 2 تا کرانچی بیار و پودرش کن. داخل ظرفم یومورتا بشکن و همش بزن. حالا از خمیربازی که بچگی کل رنگاشو به هم قاطی کردی بردار و یه جراحی تمیز مهمونش کن. حالا بچرخونش تو آرد، بعد یومورتا مالیش کن و بعد بندازش تو کرانچی و دفنش کن. حالا بنداز تو روغن و 2 طرفش را سرخ بنما و بیه رون مرغ تام و جری ما آماده است. اگه دوست داری واسه تو هم غذا درست کنم بس فالوم کن بیبی.